کس را خداوند هدایت کند او هدایت یافته راستین است و هر کس را در گمراهی بگذارد هیچ یاوری غیر از خدا برای او نخواهی یافت و آنها را در روز قیامت بر صورتهای واقعیشان محشور می‌کنیم در حالی که کور و گنگ و کرند و جایگاهشان جهنمی است که هرگاه زبانه آن فرو نشیند شعله دیگر بر آن بیفزاییم و این به خاطر آن است که آیات به حق ما را انکار کردند و گفتند چگونه ما وقتی تبدیل به استخوان‌های پوسیده و خاک شدیم دوباره به خلقتی تازه در خواهیم آمد. آیا نمی بینند خداوند کسی است که آسمان‌ها و زمین را خلق کرده و قادر است مثل آنها را بیافریند و برایشان عمر معینی قرار داده که در آن تردیدی نیست؟ بدانید که ظالمان کاری جز انکار و ناسپاسی نمی کنند.